اندازه نقلیات زیاد شد. میدونستید؟ از 18 مای سال 2025 انداز از واسطه نقلیات در تاجیکستان گران شد. متناسباً ارزش معاینه تکنیکی نیز زیاد گردید. اکنون رانندگان برای نقلیات خود با چند سامانی پرداخت کنند؟ کوشش کردیم شرح دهیم. این گرانشوی به همانوی نقلیات автомобиль، мотоцикл، автобус و ماشین برکش دخل دارد و به تغییرات به ماده 360 کودکس انداز ربط میگیرد. اصلا انداز از نقلیات از روی اقتدار محرک автомобиль حساب کرده می شود. چه که اقتدار محرک باشد قوه اسب است. همین طور اگر اقتدار ماشینتان تا 250 قوه اسب باشد، برای هر قوه اسب 9 سامانی انداز می سپارید. اگر اقتدار آن از 250 تا 350 قوه اسب باشد، برای هر قوه اسب 11 سامان و 25 دیرم و اگر از 350 بیشتر باشد، برای هر قوه اسب 15 سامانی انداز بریدن لازم است. قبلا انداز از هر قوه اسب برای اقتدار تا 250 قوه اسب 5 سامان و 63 دیرم، از 250 تا 300 قوه اسب 7 سامان و 50 دیرم، از 300 تا 350 قوه اسب 9 سامانی و برای اقتدار از 350 قوه اسب بیشتر 11 سامان و 25 دیرم انداز مقرر شده بود. بیشتر نرخنامه برای اتومبیل‌های اقتدارشان از 250 تا 300 قوه اسب و از 300 تا 350 قوه اسب گوناگون بود. در تحریر نوی کدکس انداز باشد این دو کاتگوری متحد شده از روی یک نرخنامه انداز بندی می‌شوند. مثلا برای اتومبیل تمغه مرسدس بنز اس کلاس با حجم محرکی 1.8 لیتر و اقتدار 156 قوه اسب انداز 1404 سامانی مقرر گردیده است. بیشتر آن 878 سامانی بود. در اندازبندی اتوبوس‌ها نیز تغییرات وارد گردیده است. بیشتر حجم انداز اتوبوس‌ها وابسته به جای نشست تا 12 تا 30 و 30 جای بیشتر مقرر می‌گردید. حالا باشد همان نوع اتوبوس با یک کاتگوری وارد گردیده برای هر یک قوه اسب 11 سامانی و 25 دیرم انداز مقرر شده است. در اندازبندی اتومبیل‌های برکش نیز دیگرگونی است. قبلا اتومبیل‌های برکش وابسته به اقتدار باربرداریشان از روی 4 کاتگوری تا 10 تن تا 20 تن تا 40 تن و از 40 تن بیشتر اندازبندی می‌شدند. حالا باشد این تا 2 کاتگوری کم کرده شده است. اکنون از هر قوه اسب برکش‌های اقتدار باربرداریشان تا 40 تن 11 سامان و 25 دیرم و از 40 تن بیشتر 15 سامانی انداز ستانیده می‌شود. الکترومبیل‌ها نیز اندازبندی می‌شوند ولی نسبت به دیگر نوع نقلیات کمتر 50% از معیار عادی برای هر یک قوه اسب. مثلا اگر انداز 9 سامانی از هر یک قوه اسب باشد، پس برای الکترومبیل آن 4.5 سامانی برای هر یک کیلووات می‌شود. برای موتورسیکل و موتورولرها باشد حجم انداز تغییر نیافته است. مثل پیشتر 1 سامان و 88 دیرم برای هر یک قوه اسب. انداز نقلیات هر سال باید هنگام گذشتن از معاینه حتمی تکنیکی سالانه پرداخت کرده شود و گرانشوی آن البته به حجم عمومی معاینه تکنیکی تاثیر می‌رساند. با معاینه تکنیکی خراجات حتمی زیرین داخل می‌شوند: تشخیص حالت تکنیکی 360 سامانی، سنجش تجهیزات گاز 85 سامانی، تحلیل گازهای پرتاب شده 60 سامانی، پلیس سقوط تخمینا 290 سامانی، معلوماتنامه برای راننده 65 سامانی. اگر باز با مرسدس بنز اس کلاس قیاس کنیم، در سال 2025 ارزش گذشتن از معاینه تکنیکی برای این اتومبیل 2264 سامانی را تشکیل می‌دهد. قبلا آن 1738 سامانی بود. یعنی با تغییرات‌های نو ارزش معاینه تکنیکی قریب 500 سامانی بیشتر می‌شود. در راه احتیاط باشید و اندازها را سریع وقت پرداخت نمایید.